سلام، وقتتون بخیر. خسته نباشید. توسلی هستم، دانشجوی پزشکی و مدرس تخصصی درس زیست‌شناسی کنکور. ما تو مجموعه قبلی که همچنان داریم ویدیوهاشو آپلود می‌کنیم، رفتیم سراغ کنکور 1403، سوال زیست‌شناسی کنکور 1403 رو گذاشتیم اونجا. توی این مجموعه می‌خوایم بریم سراغ کنکور 1402 درس زیست‌شناسی و امروز سوال اول رو می‌خوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. بریم صورت سوالش رو بخونیم. سوال شماره 1: در نزدیکی حفره دهانی انسان اندام‌های لوله‌ای شکل و طویلی وجود دارند که با این حفره در ارتباط هستند. کدام مورد ویژگی مشترک این اندام‌ها را نشان می‌دهد؟ گزینه 1: با اتصال به پرده سفاق در جای خود ثابت شده‌اند. گزینه 2: به واسطه داشتن یافته‌های موژکدار ماده مخاطی را ترشح می‌کنند. گزینه 3: مولکول‌هایی را انتقال می‌دهند که در تولید انرژی بدن نقش دارند. گزینه 4: لایه زیرمخاطی آنها به لایه غضروفی ماهیچه‌ای و لایه مخاطی چسبیده است. خب این صورت سوال بود. سوال به نظر سوال سختی نمیاد. همونطور که توی اون قسمت تکنیک ها بهتون گفتم، می‌بینیم توصیف نقش پررنگ و همیشه در کنکور سراسری داره. توصیف اینجا چیه؟ ببینید یک لوکیشن داره، یه مکان رو داره، یه موقعیت به ما میده و یک توصیفی از یک اندامی داره به ما میده. ما تشخیص بدیم اون اندام چیه، چه ویژگی‌هایی رو داره، باید بلد باشیم و بریم سراغ گزینه‌ها. ثبتش می‌بینید سختی نیست، نه درست است، داره مثلا خیلی بازی نکرده صورت سوال، فقط توصیفه که خب با مجموعه و تکنیک‌های ما اگه باشین توصیفاشو خیلی راحت میتونین در بیارین تو کنکور سراسری. در نزدیکی حفره دهانی انسان موقعیت حلقه احتمالاً اندام‌های لوله‌ای شکل و طویلی وجود دارند. ببینید اندام لوله‌ای شکل و طویل کیا همه رو هوا میدونن. این الان شما سال دهم باشید میدونید که احتمالاً منظورش مری و نایه که با این حفره در ارتباط هستند. کدام مورد ویژگی مشترک این اندام‌ها نشون میده؟ دو تا حفره با هم دیگه ارتباط دارن، خیلی کار سختی هم نیست حل کردنش. مری و نای. گزینه 1: با اتصال پرده سفاق در جای خود ثابت شدن. ببینید بازم اینا همین تکنیکه ها، یعنی کنکور 1402 خیلی تکنیکی میشه حلش کرد. سفاق نای اصلا خط میخوره میره کنار. گزینه 2: به واسطه داشتن یافته‌های موژکدار. یافته‌های موژکدار خاصیت کی بود؟ ببینید سریع بیارید تو ذهنتون. نایه میزنم کنار، مری نداره اصلا. ببینید نیاز همه تست رو بخونید. تستای این مدلی خیلی راحت با تکنیک میشه حلشون کرد. گزینه 3: مولکول‌هایی را انتقال میدهند که در تولید انرژی بدن نقش دارند. خب اینجا یه خورده ممکنه چالش بخوره. گزینه 3: مولکول‌هایی را انتقال می‌دهند که در تولید انرژی بدن نقش دارند. می‌دونیم از مری ما مواد غذایی عبور می‌کنه، در غذایی که می‌خوریم و حالا تولید انرژی نقش داره. مشکلی توش نداریم. حالا می‌خواد ترکیبش کنه با 12 بلدین یا خود کتاب 10 بلدین، خیلی کار سختی نیست. نای رو ممکن از ذهنتون بپره که اکسیژنه. کتاب 10تون یک سری واکنش نوشته و توضیح داده ما نیاز به اکسیژن داریم برای تولید انرژی، پس اینم میشه زد. ببینید میتونیم این تست خیلی تست سختش بکنیم. اگه ترکیبش کنیم با 12 و مسائل 12 خیلی میتونه تست سختی بشه، ولی اینجا کنکور خیلی آسون در حقیقت خواسته صحبت بکنه. پس گزینه 3 گزینه درستی، مشکلی باش نداریم. و گزینه 4: لایه زیر مخاطی آنها به لایه غضروفی ماهیچه‌ای و لایه مخاطی چسبیده، که این باز هم برای نایه. ببینید تست تموم شد. گزینه 3 بود، خیلی آسون بود. تست هایی که اینقدر آسونه نیاز نیستش برین سختش کنین تو ذهنتون، نکته های عجیب غریب بیارین. متن کتاب درسی بود، به راحتی حل میشد. مال کتاب 10 بود، مبحث دستگاه گوارش و دستگاه تنفس بود. تست آسونی بود، ولی علیرغم اینکه مثلا تو آزمایشی میگن دستگاه گوارش تست سختی قرار بود، دستگاه تنفس قرار تست سختی، اومد دو تا با هم ترکیب هم کرد، بازم تست آسونی بوده. صرفا نیاز بود توصیف اولش متوجه بشین که انقدر تابلو بود و انقدر واضح بود، هر کسی میتونه متوجه بشه منظورش نای و مری هست. امیدوارم که از حل این تست لذت برده باشید. ما رو دنبال بکنید.